سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال. امروز 17 ایولی 2023. امروز من قرار دارم دوباره در سری پولزی اکای عبدالغفار که در یکی از نوارها ما کس در سری کانال خربوزه میفروختن، همچون خربوزه غفاریان رکلام کردگی بودیم. دوباره آمدیم بر سر زمین همین کس، چون که در چند پولزیار دیدیم که خربوزه ندارن. که موسم خربوزه های همین منطقه به آخر رسیده سوده است، اما اکای عبدالغفار که با دهقانهای جمهوری ازبکستان که از جزخ هستند همکاری کردگی هستند برای نشع و نمای همین زمینشان. با تجربه های دهقانهای جزخ ازبکستان حالا هم در پوله که این کس خربوزه فراوان است، نیت دارند میگن که تا ماه اوگوست انشاءالله بازارها رو با خربوزه های منم خیلی خربوزه های تر و تازه تامین میکنم. دوستان عزیز من ببینید چقدر خربوزه کلان است. البته در نوار دیده ایستاده میگن که رنگ بین و هول پرس، یعنی همین از خربوزه شون باور کنید خیلی همین غوره های نو دارد. این خیلی گویم خربوزه الان که ادا شدگی نیست، نه همه جور نگاه کنید اگر من همه جور پر است خربوزه. البته این هم باشه با تجربه دهقانهای جزخ. واقعا مردم ازبکستان مردم بخیل نیست است. در کدام ساحه‌ای که نباشد اونها همین تجربه هاشون به همه می آموزانند که تا اینکه دیگرها نیز از همین زندگی خوب چی گویم بهره‌ور شوند. همین تجربه ها رو گرفته گویم چی میگوید اونها نیست بهره‌ور شوند از این گونه تجربه ها، که یکی از آنها همین دهقانی اصیل هم گویم میشه اکای عبدالغفار، چون که عمرشانه اگرچه حاضر یا شمتابن که لیکن خیلی در همین داخل زمین ها کار کردگی هستند. واقعا خداوند برکت دهد در کسب و کار دهقان که همه خیلی با بازارهای جمهوری را مثلا تا خود اسفره استرافشان حتی از اشت هم اومده اینجا سراخ کرده خربوزه ها را خریده ایستادن. دوستو واقعا باید آموخت این گونه تجربه ها رو از دهقان هایی که واقعا با تجربه کار میکنند، هم خیلی هوایی که نه. اگر ببینید همین زمین انده اولتینگو گرد گفتگی همین ماده خیمیوی است، باور میکنید سر هر یک وجب یک پیاله اولتینگوی ریختگی هستن که خربوزه رو به مانند بوغ گویا که ما همین زردالو رو بوغ میکنیم که همین خیلی خربوزه ها رو بوغ میکنن. این چنین حشرات به همینا تاثیر نمیرسونه. و یک چیز دیگر گفته گذارم که همین دهقان گفتن که کدام خربوزه که به همین گونه کسلی مبتلا میشه او را باید ریشه‌کن کردی تا اینکه دیگر همین وای نشود. همین خیلی باید ریشه‌کن کردی تاثیرش به دیگر جاها نرسه. اینم یکی از تجربه ها دوستان عزیز ما. من ببینید واقعا فراوانی است زمین دهقان. خداوند برکات دهد. این چنین بر بیننده ها نیست. البته حرکت میاد که کامنتاری های خوب نویسید که محمد جان من میخوام شما دو تا خربوزه زورشه خربوزه زورش شما توفه کنم. شما بسیار مخلصی من شده. من ببینید من از پولی کنده میتونم. من یک تا خربوزه باید ندونه چه باشد. خربوزه باید خربوزه خربوزه منه چه خره. خربوزه باید رنگ باشه، رنگ و وزمین باشد. اگر چه وزمین باشد همین قدر شیرین میشه خربوزه. اگر خربوزه سبک باشد باید درنش چی خالی. این خربوزه اگر از کار نیست یک چکشین که محمد جان یک کارت بریم یک چکشی میبریم. نه که مالا من یک خربوزه شما با دیدید همینجا کنده من همینجا یک تا من یک دیده من سرید نشون میکنم. من خربوزه دیده چه خیلی بهترین خربوزه ها من دیدید. من خربوزه نده چه محمد جان
ببینید که حالا هم کار کرده ایستاده است این من پولزی اکو عبدالغفور. اگر همین نایچه دیگر اگر همین نایچه بلوب باشه هیچ کار کرده خربوزه. اگر همین نایچه غلطه زمین به تمام خربوزه. باید چیز دیگه میگم من این زمین دیده من زمین من بسیارترش او این خربوزه اصلا گیریم لالمی هست اما صاحب همین تو گفتگی که همین خربوزه لالمی من زمینی من زمین آب دادگی میاد که محمد جان؟ نه زمین 2 ماه باز آب دادگی نه من دیده می؟ این هم یکی از تجربه ها اصلا بسیارتر دهقانا میگوید که آب فقط آب من به آب خربوزه من نشون میکنم من بچه نماش نیست زمینه امروز 17 ایول می هر روز صحبت کردیم امروز 30 بود فکرم 18 روز 5 روز خونه خربوزه بسیارترش میگفت که خربوزه 5-10 کیلو نمیشد من ترازو نیست پروست تو بازی نشان دادم خربوزه اگر ترازو میشد چشم آدمو نشون میدادم خربوزه چند کیلو من اصلا همه بهترین من دیستادت من بهترین این خربوزه میکنه با انداخته میگیره خربوزه گلاو نی پولک نفس نگاه میکنه وقت چند آب میکنه میخواد هر تل آب بهوده دادن پولک باید ندارد من اگر باور میکنید من سیما مجام من یک برگ میکنه من برگ دیده من حالا هم باشد سبز استاده من سبز برگ این خرده همین یل من بهترین دیده نی موضوع استیده که موضوع من خربزه ها نکنم چرا خواهد شما با توفا نکنم نه که من مجان جایی وش نیست چشم برای دیدن است میدید من معلوم است من چشم برای دیدن است بسیارترش میگود که پولوکش مردگی میگود همون چیزی عدگی جا خربوزه آورد من خربوزه من خواهید من همینم کنده شما میتونم من اوجه خربوزه خیلی پختگیم میرسه تا حالا که جلو میشه من نوشته خربوزه اگر وزمی باشد من شما بگوستید خربوزه میقپید خربوزه خرابه خربوزه باید وزمین باشه وزمین باید پرنگ باشه سوس نه اگر وز سبک باشد درنش که با اینه راست ما شما بگوستید هم کن منه این پری گوشت بوده که من خربوزه آبش دیده باید هم خواب ریزه من آب دیده می؟ ده باش مخورید بس نه اکد آره مخورده مخورید نه بسم الله باور نیه نمون مزه دارد که من دوستان عزیز بزور همین خربوزه را راستی گفت خوردیم در حالتهایی و صحرایی یعنی که بیکار دمین زدیم و باور مونده شدم ورم هم زیر که پر از آب است نگاه کنید که خیال می‌کنید که بقلش که قطعی آب ریخته گید اما سوگ دارد که همجور تر کرده پرتو فرستون واقعا بهترین خداوند برکتی در کسب کار دهقان و بر بیننده های کانال باقی سربلند و خانه‌آباد باشه اما جوانی کلند دیده کتمو خودی وای اون دیگه استال نکتمو نه خود آدمو میگفت که این زمین کلند نمیشه این زمین میدونه چه کلند میکنه من از زمین
وان رنگ وشده فعلا میگوید که زمین رنگ فعلا شده من نگوید زمین من زمین آب شایمی نام شایمی زمین خاک قاقمی یا بیمی خاک قاق من نه واقعا دهقان کار کردی بس من اولتینگو بیر حقانه برادران مهنت کردگی بله بله دیدید می با بعضش میگه که من خربوزه میاری آمازون میگه مو میگه که من چیزی این خربوزه رو چی دیگه یا موندگی می آورده موندگی من باور نکنی من یکم خیلی آواره موندگی نه زمین با من نه کنه من موندگی می خربوزه می زمین با من کنش سوده زار نی من کنش ببین من برگشت پس سلامت باشه دوستو من خربوزه بینید کیلوش بینید من ترازه ندارم دیگه منم بیشتر مخلصا گفتن خربوزه و نمیشه این قدر کیلوی وزمین من چند کیلو همین خربوزه نه همین اگر 10 کیلوگرم نبراد همین خربوزه هم دهقانی بس میکنه همیده یکم هم از من مخلص شما همه نگه شما مخلص من مخلص شما من می کلان اخواد جمهوری ازبکستان اومدگی 3 سال باز من همین کلان کار میکنم همین کلان من همین کلان من گفتم من همین کلان نوازم بس میکنم روسیه میرم تام کار نه که نشد اصلی به دپارتمنت شدن 8 ساله من همین کلان سخت کپیدم که من همین این کلان دوم 3 سال با من 200,000 سوم پول داد 200,000 سوم 3 سال با همین زمین با 50 سوتیق زمین با این 1 هکتار دیگه 50 سوتیق زمین مهنتش سخت شدگی کار بولدوزر بورین کار کردگی ازبک بچه‌ها من 20 من اینجا بی کاش برای دیدن من خربوزه حاضر در پلاک بسیار است اگر دروغ نگم اکم امجان همین طرف همین تخم ازبکستان خودش کوریدگی ازبکا کوریدگی خب بعضی جا پلاکش مردگی بود نبروندگی بود بعضی جا اگر دروغ نگم من همین خربوزه کو به حساب میانه اگر مالش اگر همین 5 جوی کوریدگی مهنت کردگم 3 تا کوکو اگر دروغ نگم 1500 دانه خربوزه زمین 20 سالگی حاضر حاصل من بین افتاد من حاصل من خربوزه تگی بیاره 20 سالگی راست این سال بیاره بیره آفتاب بینه زرد شود خربوزه من برای زرد شدنش باید بیاره سال بیره سال بیره میکنه من بین سال همی چوب کتم خیلی میزنه دستی کلان کتم خیلی میگه سال هم خیلی میزنه خربوزه نمونو شد من این هم یکی از تجربه ها برای زرد شدنی من این خربوزه دیده افتاب من بیره کرده افتاب شدگی نه زیب زرد شدگی من دیده دوازش بینستم این خربوزه جیزخ این فهمیدید این زرکوکل نه بیساتر آدم ها میگوید که تخم امان گرفته است میگوید چه تخمی باید من خربوزه تخمی باید باشد اگر نه بیاد بیندن خربوزه اما تخم دوزی دست میگو چهل من این تخمی دارد من یگان تاش نداره بهترین این حکیم کجا اومدگی این حکیم محمد جان همین خربوزه شما و پدرکا برای کی هوید همیده شب مفرد خانه با هم 2 تیده اونجا مونده این 3 خربوزه شما و پدرکا برای همیده حکیم محمد جان یگان خیل ویش نیست فریبش نیست این همش زنده یگان خیل سیانکه فریب نیست بیزیاترش میگود که وای دروغ سیانکه کرده اکین کجا وارگی پرتافتگی زمین من باور نکنید من این طرف چایله دیدید می من این طرف سومونیوم این طرف توتون طرف سومونیوم برگتی 7 سومونیوم این بابای عبدالغفور اون طرفش امام محمد این طرف برگتی 1 وای طرف رای کلام موشی موندگی را با لوبو بریم موشی میگذره موشی موندگی موزو به من خربوزه من به خوشو خواهد من پال نیز زمین چرخ گرانده نشون میتونم شما با
اصلا تروس هم عصبی شدم دیگه چند تاش راه بگو و خربوزه آیده گواره فروختن اگر نیستی زنده من خربوزه من خام خربوزه وزی من چند خربوزه اینجا کم 4 تا نه 5 تا خربوزه اینجا بود همین 1 متر به 5 تا خربوزه یا نسمی هست من ببینم منم پشت اینجا بعضی جا وقتی شنوندن عصبی هم خونیکه شد کو این بوخ شنوندگی بود این خربوزه اگر درون نگم 18 مر شنوندگی بود 18 مر یک خونیکی شد اما صبح خونیکی بعضی و بجانش مرد فهمیده بعد دیگه نشنون گفت همین میشد گفت همین گفت اما قش خدا کرد شد من این وقتی من دیدم من خربوزه دیدم من شوجه زاد شدگی تیار شدگی جوی از روز با اگر مخلصان خربوزه خر باشن مرحمت روز جمعه نرخ ما قیمت نیست 15 سوم ما پیش بر میفروشیم روز جمعه یک سپورت خربوزه خریدارا باشن مرحمت خربوزه شیرین چاقماق زمیتن کارت یکو میزنه آخه تنگ از زمین بزده تنگ از زمین بزده آخه خربوزه من پولوگ بلندیش من میگوید پولوگ میگوید پولوگ نیست من همین چند سانتی متر من 1 2 3 بجامی 6 سانتی متر 6 سانتی متر همین بلندیش یا نیست می آباین زمین گرفتم من همین 6 سانت بسیارش میگوید که پولوگ این قدر نمیشد میگوید بعد مخلصان اینو دیخونو میگو اگر خربوزه اگر برگش رای شود همه کنده میپرسه کسلی دیگرش نگذره خدا خواهد این خربوزه ما تا 15-20 آگوست با ما خربوزه کنده میفروشیم این خربوزه زرکاکل نه این خربوزه واپس دیگه تو این خربوزه انداخته میگیره که من مجموع فهمیده ما همین چالی دیده که خدا خواهد این سال لب کنال به نمیریم و همین چالی به خور افتن خربوزه فروختن بگیریم فهمیده بازرست من خربوزه گیرم